خدمات مطبوعات اداره بوچخانه حوزه شمال و غربی روسیه روز 8 اکتبر سال 2023 خبر داد که کارمندان بوچخانه پولکووا در فرودگاه شهر سنت پتربورگ از بغاج دو مسافر از تاجیکستان که به پتربورگ برای کار در ساختمان آمدند 285 شیشه اتریات گوناگون پیدا کردند. وزن عمومی اتریات یافت شده از 35 کیلو هم زیاد بوده است. سردار بوچخانه پولکووا آناتولی تیماشنکوف گفته است که از 1 اکتبر سال 2020 محصولات اتریات که به روسیه وارد کرده می شود باید حتما تمغه بندی شود. در بوچخانه پولکووا گفتند که دو مسافر از تاجیکستان با چنین مقدار بزرگ اتریات در بوچخانه می خواستند از دالان سبز گذرند. وقتی که مسافر از دالان سبز می گذرد او عملا اعلام می کند که چیزی برای نشان دادن در بوچخانه و دریافت اجازه مقامات گمرک ندارد. اما تفتیش و کوفتوکو به بغاج این دو مسافر نشان داده است که در بالخلطه یکی آنها 146 شیشه و در بغاج دوم 139 شیشه عطر بوده است. این دو مسافر در بیاناتش به کارمندان بوچخانه گفتند که به پتربورگ برای کار در ساختمان آمدند و درباره تجارت اتریات چیزی را سرفهم نمی روند و حتی نمی دونند که این اتریات آورده آنها چقدر ارزش دارد. آنها گفتند که قانون را ندانسته ویران کردند و این محصولات را که یک شناسشان خواهش کرده بود با خود به روسیه آوردند. همه این 285 شیشه عطر از آن دو مسافر گرفته شده و برای تشخیص فرستاده شده است. به ضد شهروندان تاجیکستان پرونده های مأموری گشودند. به آنها برای در بوچخانه اعلام نکردن محصولات با خود آوردهشان جریمه به مبلغ تا 2 برابر ارزش محصولات از آنها یافته شده و مصادره محصولات تهدید می کند.